در طول تاریخ داستان‌ها و افسانه‌های زیادی درباره انسان‌هایی که به حیوانات تبدیل میشن توی فرهنگ‌های مختلف جهان وجود داشته. یکی از مشهورترین این موجودات افسانه‌ای گرگ‌نماست. موجودی که شب‌ها زیر نور ماه کامل به شکلی وحشی و مرموز از انسان به گرگ تغییر شکل میده. این داستان‌ها با ریشه توی باورها و ترس‌های انسانی هنوز هم توی ادبیات، سینما و فرهنگ عامه جایگاه مخصوصی دارن. اما گرگ‌نماها تنها شخصیت‌های تخیلی نیستند. پشت این افسانه‌ها حقایق تاریخی، بیماری‌های نادر و باورهای قدیمی وجود داره که به ماندگاری این افسانه‌ها کمک کرده. مشخص نیست که افسانه گرگ‌نما دقیقاً کی و کجا شروع شده. این ممکن وجود داره که گرگ‌نماها یا توی فرهنگ‌های مختلف به صورت مستقل به وجود اومدن یا این فرهنگ‌ها با الهام از افسانه‌های همدیگه اونها رو به وجود آوردن. باورهای مربوط به گرگ‌نماها به دوران باستان برمیگرده. بیش از 4000 سال پیش، حماسه گیلگامش، قدیمی‌ترین نثر شناخته شده که توی اون یه انسان به گرگ تبدیل میشه. اما گرگینه به شکلی که امروز میشناسیم احتمالاً اولین بار توی یونان و روم باستان ظاهر شده. این تمدن‌ها به طور خاص به این موجودات اعتقاد داشتند، چرا که چندین روایت به تغییر شکل انسان به گرگ‌ها توی ادبیات و فرهنگ یونان و روم باستان وجود داره. هرودوت به قبیله‌ای به اسم نیوری اشاره میکنه که گفته میشه سالی یه بار به گرگ تبدیل میشن و بعدش به شکل انسانی خودشون برمیگردن. هرودوت به تردید خودش در مورد حقیقت این داستان اشاره میکنه، اما میگه که مردم محلی به این اتفاقات باور داشتن. یکی از داستان‌های مشهور دیگه داستان پادشاه آرکیدیاس که به خاطر قربانی کردن یه انسان زئوس اونو به یه گرگ به عنوان مجازات تبدیل میکنه. پاسانیاس و پولیمی بزرگ داستان‌های دیگه‌ای از مردای آرکادیایی رو نقل میکنن که به دلایلی به گرگ تبدیل میشدن. ویرجیل شاعر روم باستان توی یکی از شعرهاش به مردی به اسم موریس اشاره میکنه که با استفاده از گیاهان و سموم خودش رو به یه گرگ تبدیل میکنه. آگوستین قدیس و نویسنده‌های مسیحی دیگه هم نوشته‌هایی درباره باورهای مردم به گرگ‌نماها دارن. گرگ‌نماها توی فرهنگ‌های نوردیک اولیه هم ظاهر شدن. توی حماسه ولسونکا داستانی یه پدر و پسر روایت میشه که پوستایی از گرگ‌ها پیدا میکنن که قدرت تبدیل شدن به گرگ رو به اونها میده و خیلی از روایت‌های دیگه که توی فرهنگ‌ها و دوره‌های مختلف وجود داشته. اگرچه ریشه گرگینه‌ها به باورها و اسطوره‌های باستانی برمیگرده، اما تصور مدرن درباره گرگینه‌های شیطانی که انسان‌ها رو تیکه پاره می‌کردن به وضوح به تحولات فرهنگی و مذهبی قرون وسطی برمیگرده. توی این دوره خیلی از داستان‌ها و اتفاقات غیرقانونی و غیر مؤمنانه به گرگینه‌ها نسبت داده می‌شد. اتهام به گرگینه بودن افراد حتی میتونست منجر به تصاحب املاک اونها بشه. محاکمه‌های مبنی بر این اتهام که انسان‌های واقعی میتونن گرگ‌نماهای تهدیدآمیز باشن، اوایل قرن 15 توی جایی که امروزه سوئیس گفته میشه شروع شد و تا قرن 17 توی تمام اروپا به اوج رسید. محاکمه‌های گرگ‌نماها معمولاً شامل جزئیات مشابهی بود. مردای سیاه‌پوش، پماد جادویی، کمربندها یا پوستایی که متهمان رو به گرگ تبدیل میکرد، شرکت توی مراسم جادویی نیمه شب و انجام حملات خونین. شاهدها ادعا می‌کردند که چشم‌های بزرگ و درخشان، دندون‌های بلند و تیز و موجوداتی که با سرعت فوق انسانی حرکت می‌کردند رو دیدن. توی فرانسه قرن 16 خیلی از افراد که به عنوان گرگ‌نما شناخته می‌شدند، در واقع جنایتکارا و قاتلای زنجیره‌ای بودند که ادعا می‌کردند ماده‌ای دارن که اونها رو به گرگ تبدیل می‌کنه. طبق این افسانه‌ها، اونها به عنوان یک گرگ به طرز وحشیانه‌ای افراد رو می‌کشتن و حتی توی بعضی از موارد گوشت اونها رو می‌خوردن. این افراد به خاطر جنایت وحشتناکشون توی آتش سوزونده می‌شدن. سوزوندن یکی از معدود راه‌ها برای کشتن یک گرگ‌نما به شمار می‌رفت. اینکه شاید این افراد بیماری روانی بودن یا با تاثیر مواد توهم‌زا عمل می‌کردند یا صرفاً قاتله خونسردی بودن هنوز هم مورد بحثه. اما به احتمال زیاد این موضوع برای اروپایی‌های خرافی قرن 16 خیلی مهم نبود. برای اونها یه همچین جنایت وحشتناکی تنها میتونست توسط یه موجود هولناک مثل گرگ‌نما انجام بشه. تعقیب و شکار گرگینه‌ها بخشی از پدیده بزرگتر شکار جادویی محسوب میشد. یکی از موارد مشهور گرگینه‌ها مورد پیتر استامپ در سال 1589 بود. پیتر، یک کشاورز ثروتمند قرن 16 توی بدبورگ آلمان، ممکنه که بدنام‌ترین گرگینه از همه اونها باشه.
طبق افسانه‌های عامیانه اون شب‌ها با تبدیل شدن به یک گرگ خیلی از اهالی این منطقه رو می‌کشته. در نهایت پیتر بعد از دستگیری توسط شکارچی‌هایی که ادعا می‌کردند تغییر شکل اون رو از گرگ به انسان دیدن، مقصر این قتل‌های زنجیره‌ای وحشتناک شناخته میشه و بعد از اعتراف زیر شکنجه به کشتن وحشیانه حیوانات، آدم‌ها و خوردن بقایای اونها و این ادعا که یک کمربند طلسم شده داره که به اون قدرت تبدیل شدن به یک گرگ رو میده، به شکل وحشتناکی اعدام میشه. جای تعجبی هم نداره که این کمربند هرگز پیدا نشد. این داستان چند تا نکته داره. پیتر یک کشاورز ثروتمند بود. وضعیت اقتصادی و اجتماعیش باعث حسادت و دشمنی بقیه می شده. اعتراف تحت فشار و شکنجه اعتراف قابل اعتماد نیست و ادعای کمربند جادویی و عدم پیدا شدن این کمربند. و این نکته مهمتر که هر زمینی که گرگین‌ها مالک اون بودن به طور خودکار به بازار محلی منتقل می شد که ممکنه انگیزه‌ای برای این اتهامات باشه. برای همین خیلی ها باور دارن که پیتر به خاطر وضعیت اجتماعیش قربانی یه شکار سیاسی بوده تا اینکه واقعا یه قاتل بوده باشه. به خیلی از فرهنگ‌ها و باورهای عامیانه دو روایت اصلی برای تغییر شکل گرگینه‌ها وجود داره. اولی تغییر شکل کامل. طبق بعضی از افسانه‌ها گرگینه‌ها آدمایی هستن که به گرگ‌های وحشی و قدرتمندی تبدیل میشن. این روایت که توی افسانه‌های اروپایی قرون وسطا محبوبیت داشته، میگه که انسان به طور کامل به یک گرگ با ظاهری کاملا حیوانی تبدیل میشده. اما دومی تغییر شکل ترکیبیه. بعضی از افسانه‌های دیگه گرگینه‌ها رو یه ترکیب جهش یافته می‌دونستن. موجوداتی با ترکیبی از ویژگی‌های انسان و گرگ که ظاهر ترسناک‌تری هم نسبت به گرگ‌های معمولی داشتن. اما توی هر دو مورد گرگینه‌ها به عنوان موجوداتی بی‌رحم و تشنه به خون شناخته می‌شدن که توی شب‌های با ماه کامل به موجوداتی وحشی تبدیل می‌شدن و نمی‌تونستن میلشون رو برای کشتن انسان‌ها و حیوانات مهار کنن. روش‌های متعددی هم برای تبدیل به گرگنما وجود داشت. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از کمربند یا پوست گرگ یا هر چیزی که مربوط به گرگ باشه. توی بعضی از فرهنگ‌های اروپایی گفته میشه که با استفاده از داروهای جادویی یا با خوابیدن توی شب زیر نور ماه کامل میشه به گرگنما تبدیل شد. به روش‌های پیچیده‌تری هم مثل نفرین، طلسم و جادو اشاره شده. و البته نظریه زخمی شدن یا گاز گرفته شدن توسط گرگنماها رو هم فراموش نکنیم. این باور هم وجود داره که گرگنماها در شکل انسانی خودشون ویژگی‌های خاصی مثل ابروهای پیوسته و ناخن‌های خمیده دارن. توی ادبیات قرون وسطایی گفته میشه با زخمی کردن پوست افراد گرگنما میشه انتظار داشت توی زخم اونها موهایی دیده بشه که به عنوان روشی برای شناسایی گرگنماها استفاده میشده. امروزه درباره شرایط روانی و فیزیکی که ممکن الهام بخش این افسانه‌های تاریخی بوده باشه بحث‌های وجود داره. نظریه‌های پزشکی مدرن باور دارن که ممکنه بعضی از متهمان دچار بیماری‌های خاص بوده باشن. مثلا وضعیت روانی که باعث میشه افراد باور کنن در حال تغییر شکل به گرگ یا هر حیوان دیگه‌ای هستن، یا اختلال ژنتیکی که باعث رشد بیش از حد موها میشه. باور به تبدیل شدن به گرگ ممکنه ناشی از مصرف عمدی یا غیر عمدی گیاهان توهمزا، قارچ‌های ترکیبی محلی هم باشه. تاریخ‌نگاران مشکوکن که بعضی از افراد دچار توهم بودن یا به اندازه کافی درک نمی‌کردن که به چه جرمی دارن اعتراف می‌کنن. خیلی از متهمان به خاطر شکنجه‌های شدید به اعتراف وادار می‌شدن. قرن‌ها بعد کار سختیه که افسانه‌ها را از شواهد واقعی و چیزایی که مردم توی اون زمان‌ها باور داشتن جدا کنیم. اونم بدون مستندات کافی درباره افراد متهم. خیلی از داستان‌های مربوط به گرگنماها به تغییر شکل در زمان ماه کامل اشاره دارن. یه مطالعه انجام شده توی بیمارستان کالواری ماتر نشون میده که 23% از حوادث خشن در زمان ماه کامل اتفاق میافتاده. بیمارا توی این مطالعه رفتارهای شبیه به گرگ مثل گاز گرفتن و خراشیدن انجام میدادن. البته این در حالیه که خیلی از این بیماران مواد مخدر یا الکل مصرف کرده بودند. در طول قرن‌ها مردم از گرگنماها و بقیه این موجودات افسانه‌ای برای توضیح هر چیز غیرقابل توجیه استفاده کردند. با این حال در دنیای مدرن بیشتر مردم باور دارن که گرگنماها چیزی بیش از نمادهای ترسناک فرهنگ عامی نیستن که به خاطر فیلم هالیوودی گرگنما 1941 مشهور شدن. امروز هنوز هم گزارش‌هایی از دیدن گرگنماها توسط مردم عادی منتشر میشه